سلام بچه‌ها، چطورید؟ من ایمان لوکسر هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید این کانال. دیگه داریم میتره کنیم این کانال، داریم شروع میکنیم یه تره کنیم. آقا میخوایم بریم با هم سیزن جدید رمبو اومده به اسم سیزن هوی متال. خب یه اپراتور جدید اومده، اونو ما داریم تستش میکنیم. تو این ویدیو هم بتل پس رو بررسی میکنیم، هم گیم پلی اپراتور جدید رو داریم و کلا میخوام ببینیم چه تغییراتی تو سیزن جدید اومده و ببینیم که چه میکنیم دیگه. بریم با هم توی بازی میبینم. خب بچه‌ها، همونطور که مشاهده میکنید ما الان تو منو هستیم. خب و اینجا ما 10 تا پک داریم، هیچی کارش نداریم. اول بریم تو بخش اپراتورها و اینجا رم ما داریم، ببینیم که رم چجوریه. ببینید رم که خب زنه با چیز عادیه و اینکه لوداتش رو بریم ببینید آرفورسی داره. من دیشب آپدیت کردم، فقط اومدم همینجوری نگاش کردم، یعنی هیچ بازی نکردم واسه امروز یه ویدیو مشتی داشته باشه. ببین آرفورسی گان اشو داره، ولی با تفاوت اینکه اسکوپ 2 و 1.5 هم بهشون دادن، دستشون درد نکنه، واقعا خیلی زحمت کشیدن. و اینکه اکستندد برل و اینا من گذاشتم. من خودم مثلا لودات همینجوری ورتیکال گیری با اسکوپ 2 اکستندد برل به نظر من چیز منطقیه واسه این اپراتور. گجتاش فلشه و اسموک البته که نمیدونم چرا بهش فلش دادن، ولی حالا بریم تو بازی میبینیم. حالا این از این ببین اینم خودشه دیگه. اما بریم واسه بتل پس. ببین بتل پس از همینجا آیتما شروع میکنم دیگه. اولش که یه دونه براوپک رایگان میده مثل همیشه، اوکی. و ما نمیتونیم بگیریم، یه دونه بتل استار داریم. بریم بالا، هم از نقشه بریم بالا. یه بک‌گراند کارت این شکلی داریم، نات بد، خوبه. بوستر بتل پس آلفا پک. یه چارم داریم که بدی نیست. براو پک. یه ست زیبا واسه آیکیو داریم که حالا آیکیو من خیلی خوشگل داره، ولی این ادگیری کردن رو آیکیو مال خود منه و با این عجب چیز مشتی میشه با این یونیفرمه. خوبه. بریم جلوتر. یه اسکینگان ساده واسه یگر داریم. R6 کردیت داریم. اوه بک‌گراند رو نگاه چه باحاله. اینو خوشم اومد. یه چارم دیگه خوبه. آلفا جیب آپک. کسل ما رو ناکام. یونیفرم کسل، آلفا پک، هدگیر کسل. ست کسلشون نبودم واقعا، چیز خاصی نبود. ست ملوسی داریم، ملوسیش قشنگه، بد نیست، نمیگم عالیه، بد نیست. از طرفی میایم این ور بوستر خب چیزی براو پک. یه اسکینگان زیبا واسه اسموک داریم، خوبه. هدگیر اسموک که بدی نیست. البته من واسه اسموک الیت دارم. یه اسکینگان واسه فراست، خوبه چیز فراست. ست فراستش هم نبود، ساده یه اینا واقعا نمیفهمم. ستایی که آدم تو شاپ و اینا میبینه خیلی بهتر از اون بتل پسه. این کیه؟ دوکابیه؟ پشمام. دوکابی عالی، واقعا عالی. خوشت اومده ازش؟ هدیرش زیبا. خوشت اومده؟ اسکینگان داره. کلا هر اپراتوری تو بتل پاس رمبو بچه اونایی که نمیدونید یه سته اگر باشه اون اپراتور مثلا یه چیزی داشته باشه. هدگیر یونیفرم داره با اسکینگان. چارم مشیه خداییش. من بک‌گراند چه بک‌گراند نایسی. پشمام. بک‌گراندش تا اینجا خوب بوده منظر من. بریم بعدی. یا علی حاجی این دیگه تایشه. این خیلی خوبه، این عالیه. یه دونه اسکین اتچمنت داریم که فکر میکنم یونیورساله. بله یونیورساله، رو همه گانا میتونی بندازی. ولی چرا آخه مثلا یه گانت باید پایینش نارنج قرمز و بالا، چرا مریض میگه. بله نومد که حالا تعریف نداره، اینا رو میگذاریم. آماروپی پشمام شد. این خوبه، بد نیست. میتونست بهتر باشه ولی بد نیست.
میریم این ور یونیفرمش کارت نومد بوستر خود نومد یونیفرمش چارم نوده تند آتشین به به اسکین درونو پشمام درون نارنجی فکر کنم 10 فرسخی درون نرو خوبه نایسه اسکینگان به این یونیورسال جون من بگو تمومه آقا این ست آتیشی نودل تند آتیشی چه محال کرد بندیتش بعدی نیست آقایی که باز بندیت من عیدیته کارت چرا شبیه رفته گراست تو کارتش خوبه یه اسکینگان سبودیه به نظر سبودی میاد داره خوبه سبودی گیرش این چیز زیرش اگه نبود که مثلا ریشاشو میپوشونده یعنی خیلی بهتر میشد دارم ویجیل او یونیفورم هدیه ویجیل رو چرا این شکل شده ویجیل نمیخوام اینو نگاه این چه اسکین اتچمنتیه یاد شورت ماماندوز میفته آدمی چیه چرا بد شد چرا اوه شیت حاجی اسکین سو پشمام اسکین سوودی ویجیده ولی من واقعا شانسم عالی من واسه اینگان بلک هایست دارم ولی قطعا اینو میندازم وقتی بگیرم آره اینم کلا بتل پس خب بچه ما بتل پس رو دیدیم منورم دیدیم تغییر خاصی نکرده یه عکس آمده بود اینا اپراتور جدیدم رو دیدیم و حالا بریم توی بازی که ببینیم چی میشه خب برو بریم واسه اپراتور جدید رم و بر میداریم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد Let's go یه جمله جدید گفت باشا پشما برو بریم واسه تسلا گرد عالیه واقعا پشما تمومه بذار ببینم اوه خب چجوری میره بابا باریکلا نگاه کن چه میکنه خب قصد میگیریم یا برپس برو بابا سیرا حالا عزیز شلوار تنشن سر البته اگه خدافز بابا یارو شاتگانه بیا خدافز اینو اتاق من مادر کن یا بله مثلا سفر اینجا باید بزنی برو آره نکن میره الان ای داییست تویی ای داییست کویراج بد میزنه یا ابوالفضل موس پدر سگ دیدید نکنید از این کارا زشته خب برو بریم ببینیم شاتگان چی آقا اینجا چجوری جر خورده یه سوال منطقی وات ما مگه اوه بچه ها این چی میگه بابا به درون نمیتونم بزنم
پدر سر داشتم بچه ها توی سیزن جدید مثلا یک کلا کویک مچ اینجوری شده یه سری از دیوارهایی که واقعا لازمه اول از همه مهمتره گیم فورس بشه و مثلا روتیشن هایی که لازمه زده بشه رو خود گیم واسه میزن حالا من قاعدتا هیچکی وقت نکرده اینا رو بزنه جالبه خوش آمد بیا تو بخندیم از پایین رفتم بیان دیگه یا اول پس زدمش رو موس پدرسک ما رو سرویس کرد نگاه کن تو تیپگی شاخه ما موسی در لیژان من اوکی هم باش او بچه به این به لیژان نمیدونم داشت یا نه چون من دقت نکردم ولی فکر کنم درست دارم میبینم به لیژان این شاتگان کوچیکه کسل رو دادم یک دهنی از این موسم من سرویس کنم سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن یا اول پس حاجی اینا گله ای میان تیبگ هم میرن گفت نگاه بچه عالی عالی یعنی عالی اصلا عالی نواختن بچه ما چقدر زیبا میدیم نداره خب بچه ها ما جر خوردیم توسط موزهای عزیز اصلا مهم نیست واسه ما همین که تغییرات سیزن جدید رو دیدیم واسه ما کافیه و اینکه دیدید که بهتون گفتم چند چیز اضافه شده پارازیت اون درونا رو که وقتی مثلا درون شما تو درونی وقتی درونتون رو میزنن قبلا آبی بود الان یه تصویر سفید حالت برفک میاد که خیلی خوب شده برام دیالوگای اون گزارشگر اول بازی که مثلا میگه چند نفر زندن فلان و اینا هم کی صحبت میکنه عوض شده اگه دقت کرده باشید مود آن رنگ تبدیل شده به مود استاندارد یعنی همون 4 تا رانده هر کی به 4 برسه است مونتا بن و اینا نه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره نظرتون راجع به سیزن جدید حتما به من بگید و تا هفته دیگه همین موقع یا علی